سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوش باشه و روز خوبی پشت سر گذاشته باشه. امروز میخوام یه تحلیل سری از دامینوس تتر بدم. همینطور که مشاهده میکنیم دامینوس تتر در تایم روزانه کانال حرکتی داره حرکت میکنه. الان بهتون نشون میدم، دارم چارت خطی میکنن تا بتونن کانال رو دقیق‌تر رصد کنن. حالا من فیبو چنل دارم رصد میکنم، مشاهده میکنین که دامینوس تتر دقیقاً توی کانال داره حرکت میکنه. سقف و کفای کانال مشخص هستن، برخورد کندل هم که کاملا مشخصه. پس علت نوسانات شدید بیت کوین این دامیننس تتره و این کانال حرکتی است که مشخص میکنه بیت کوین چطور حرکت میکنه. میدونین که دامیننس تتر همیشه برعکس بیت کوین حرکت میکنه. البته من یه خورده بالا پایینش میکنم کانال رو بر اساس تجربه که دقیق تر بکشمش دیگه. خب حالا میام یه فیبو طلای 5066 براش رسم میکنم. خب از کف به سقف فیبو رو کشیدم. دقیقا متوجه شدین؟ نگاه کنید دقیقا رو فیبو 50% برگشته، دقیقا رو فیبو برگشته و دوباره رفته خورده به سقف کانال. ببین کانال حرکتی چقدر مهمه. میگم باید کف و سقف رو همیشه دقیق شناسایی کنی و کانال حرکتی رو دقیق شناسایی کنی که بتونی فیبو رو دقیق بکشیم. پس ما الان از فیبو چنل و فیبو برگشتی استفاده کردیم. الان اینجا دقیقا یه محدوده مقاومتی تکنیکالی هست. ببخشید دوستان یه خورده الان مشخص کردم براتون. دقیقا یه محدوده مقاومتی تکنیکالی هست. نگاه کنید سقف دوگانه هست مشخصه اونجا. الان من براتون مشخص میکنم سقف دوگانه رو. میبینید که چطوری حرکت کرده توی کانال و به کف و سقف خورده. دقیقا حرکتش همینه دیگه، غیر از این نیست. حالا من سعی کردم دقیق بکشم. حالا میه اون محدوده مقاومتی سقف دوگانه رو براتون مشخص میکنم. نگاه کنید دقیقا سقف دوگانه دقیقا میشه رو قسمت مقاومت تکنیکالی. هم فیبو چنل هست هم مقاومت تکنیکالی. دیگه از این دقیق تر چطور براتون توضیح بدم؟ یعنی بیت کوین اگه اینو بزنه میریزه دوستان، بدم میریزه. حواستون باشه، خیلی دقت کنید. نگاه کن چه محدوده مقاومتی هست. حالا من ادامهش هم ندادم ولی قبلش هم نگاه کنید محدوده خیلی حساسی. حالا من 4 تا هفتگیش میکنم. الان میدونین چرا هفتگیش میکنم؟ میخوام یه سقف یه فیبو برگشتی بلند مدت بکشم تو تایم هفتگی. نگاه کنین دقت کنین که کجا هست. اگه این سقف رو بزنه دیگه وحشتناک بیت میریزه. نگاه کنین دقیق کشیدم. نگاه کنین سقف دوگانه تایم روزانه رو دقیقا همینجا زده، دقیقا رو فیبو 66 احتمالاً. حالا مشاهده میکنیم دقیقاً ببینید دقیقاً رو فیبو بلند مدت. ببینید چه جای حساسی هستیم. الان تایم هفتگی است. ابر کما هم داریم میبینید کندل داخل ابر بسته شده. یعنی از ابر بزنه بیرون و اون چنل رو بزنه بالا دیگه وحشتناک بیت کوین میریزه. خیلی حواستون باشه. حالا من 4 تا دوباره روزانه میکنم که بهتر ببینید. نگاه کنین اصلا مشخصه. این بزرگه که میبینید فیبو زرد بزرگه مال تایم هفتگی است. نگاه کنین چطوری واکنش نشون داده. پس هیچ چیز خارج از تکنیکال نیست، خیلی دقت کنید. الان علت بالا زده بیت کوین هم همینه. اینجا یه سقف دوگانه داشتیم. الان خیلی باید مراقب باشیم، خیلی. الان نگاه میکنم وضعیت جالب نیست. یه مقاومت هم از کف، یه حمایت هم، یه مقاومت ببخشید از کف بوده که شکنده رفته بالا.
خیلی باید مراقب باشم. البته این مقاومتی که الان خورده روزانه رو مشکیش بکنم بهتر مشخص بشه. اصلا جای حساسی هستیم الان، خیلی باید مراقب باشیم، خیلی دقت کنیم. الان جای حساسی هستیم، پوزیشن میگیرین، مراقب باشیم. موفق باشید دوستان.